سلام و درود بر همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. هیچ سرمایه‌ای مهمتر از سرمایه بدن ما، جسم ما نیستش. خب 33 ثانیه از 35 دقیقه شروع شده و من استرس گرفتم اصلا این الان که امیدوارم این تایم رو بتونیم خیلی خوب مدیریت بکنیم. ببینید، اول از همه این که یه لحظه خیلی خوب گوش بکنید. چی الان مهمتر از اینه که ما یه جسم بهتر داشته باشیم؟ قلبتون، معدتون درد بگیره، بفهمین که کبدتون خیلی اوضاعش بیریخته، بفهمین که بیناییتون داره تهدید میشه، بفهمین که یک بیماری جدی گرفتین. چقدر واقعا میتونه همه زندگی شما رو به هم بریزه. خیلی ها فکر میکنن که مسئله وزن کم اهمیت، مسئله سلامتی جسم کم اهمیت، ولی واقعا خدای نکرده اگر که برای شما پیش بیاد تازه از اهمیتش متوجه میشین و با خبر میشین. تقریبا همه ما میدونیم که اگر وزن بهتری داشته باشیم، سلامت جسمانی بهتری داشته باشیم، میتونیم بهتر کار بکنیم، میتونیم روابط بهتری داشته باشیم، میتونیم با نشاط‌تر باشیم، میتونیم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم. پس همین ابتدا تکلیفم روشن میکنم. من جزو طرفداران ایده داشتن یک بدن بهتر هستم و خودم جزو کسانی هستم که یک زمانی اضافه وزن شدیدی داشتم و همون اضافه وزن باعث میشه که اکثر روزهای هفته رو ورزش بکنم و همیشه به خاطر داشته باشم که سلامتی جسمانی من چقدر اهمیت داره. همیشه حواسم به غذا خوردنم هست. راستش چند سالی هستش که خیلی رژیم نمیگیرم، چون در واقع یکی از درس‌های مهم امشب ما این هستش که رژیم گرفتن که امروز خیلی معمول شده یک پدیده نابهنجار میتونه باشه و میتونه که در واقع در دراز مدت سلامت روان انسان رو آسیب جدی بهش بزنه. بنابراین من طرفدار ایده داشتن یک جسم سالم، یک بدن قوی تر هستم، ولی نه به هر روشی. به قول گاندی، هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. یعنی شما و من باید برای داشتن هدفی به نام سلامت جسمانی حواسمون باشه که با چه وسیله‌ای می‌خوایم به این موضوع و به این مهم دست پیدا بکنیم. امروز انواع و اقسام روش‌های لاغری و تو پر شدن‌هایی که برای افراد لاغر توصیه میشه وجود داره، از خوردن قرص‌ها، رژیم غذایی، اعمال جراحی متفاوت و متنوع. و بهتون حق میدم که شما هم مثل من بهش فکر کرده باشین و حتی انجامش داده باشین. ولی موضوع این هستش که اگر انسانی در زندگیش بخواد یک زندگی خوب داشته باشه، به یک بدن خوب احتیاج داره. ولی اگر یک بدن خوب داشته باشه لزوماً به معنی داشتن یک زندگی بهتر نیست. پس بنابراین به هر روشی لاغر شدن یا داشتن یک بدن فیت کاملا با اصول سلامت روانی مغایرت داره و غلط هستش. ما باید متوجه باشیم که از چه روشی استفاده میکنیم، چه جوری قراره بدن بهتری داشته باشیم و اینها موضوعاتیه که این روزها کمتر بهش توجه میشه و کاملا هم طبیعیه. صنعت غذا و دارو، صنعت رژیم و ورزش امروز در دنیا یک صنعت چند صد میلیارد دلاری هستش و این صنعت من و شما رو میجوه، زیر پا میگذاره و این لایو رو هم بسیار راحت توف میکنه بیرون و این شما هستین که امشب توی این 30 دقیقه باقی مونده یه خطی من بهتون میدم که بسیار خط به نظر من ممتاز و متمایزی هستش. یعنی در عین این که بسیار متفاوت از چیزهایی که تا به امروز شنیدین، بسیار هم ایدئال هست و بسیار کمک کننده خواهد بود و میتونه برای شما یک زندگی بهتر برمقام بیاره. مقدمه رو بذاریم کنار، بریم سراغ اصل مطلب. اگر که میرصادقی تو میگی که ما رژیم نگیریم
یا من البته معتقدم که افرادی که از نظر پزشکی به رژیم غذایی احتیاج دارن وقتی که از متخصص تغذیه این رژیم رو میگیرن بسیار هم کار خوبیه، چون که اونجا ضرورتش رو علم پزشکی مشخص میکنه و رژیمش رو، یا بهتره بگم اون اصول غذا خوردنش رو هم متخصص تغذیه معین میکنه. ولی اینکه باب شده هر انسانی دست دراز میکنه به هر انسان دیگری که میبینه و ازش رژیم میگیره، در واقع این بسیار غلط هستش و در واقع میتونه بازخوردهای منفی بسیار زیادی رو برای شما داشته باشه که من امشب تو این تایم کم نمیرسم از بدیهای بسیار زیاد که بیش از مثلا تو مقاله های مختلف که من جستجو میکردم بیش از 100 عنوان مضرات رژیم گرفتن وجود داره و در واقع اینا میتونن آسیب‌های جدی و هم به جسم بزنن هم به روان بزنن. ولی من چند تاشو خیلی سریع و کوتاه به شما میگم. ببینید کسانی که وارد دوره‌های رژیم میشن اساساً یک مشکل بزرگی دارن و این مشکل البته در همه ما هستش، منتها کم و زیاد داره. ماها خیلیامون درگیر خوردن ناآگاهانه هستیم، یعنی اینکه حواسمون نیست و همینطوری هرچی گیرمون بیاد میخوریم، یا حواسمون نیست و نمیخوریم. و خدمتتون عرض کنم که این مسئله باعث شده که افرادی که رژیم میگیرن هیچ وقت اون حق مطلب رو ادا نکنن و اون مسئله مهم زندگی خودشون رو نتونن حل و فصل بکنن. ببینید یک بار برای همیشه ما باید بیایم سویچ کنیم، جا به جا بشیم از این که به جای اینکه فکر کنیم که هی من رژیم بگیرم بعدش دوباره برم بخورم بعد دوباره بیام رژیم بگیرم، از این سیکل معیوب پیاده شم، از این چرخ و فلک غلط پیاده بشم، بلکه بیام به این مسئله نگاه بکنم بگم که آقا چرا من چاق میشم، چرا اصلا من به این موضوع چرا فکر نمی کنم، چرا چاق میشم. اکثر سبکای روانشناسی و درمانگری دنیا اعتقاد دارن که علت چاق شدن ما مشکلات روانی هست. یعنی شما چاق نمیشی مگر اینکه مشکل روانی داشته باشی، لاغر نمیشی مگر اینکه مشکل روانی داشته باشی. شما در زمانی که افکار و هیجانات مخصوصا منفی سراغتون میان احتمالاً پرخوریتون افزایش پیدا میکنه، ولی چون خودتون با خبر نیستین از این موضوع که به خاطر افکار و هیجانات منفیتونه که دارین غذا میخورین، در واقع خب متوجه نیستین که به خاطر مشکلات روانی دارین مسئله وزن پیدا میکنین. من چرا همایش 30 و 31 فروردین رو مسئله وزن گذاشتم؟ به خاطر اینکه این یک معلوله، یک نشان دهنده یک مشکل بزرگی هستش که در واقع همون نبود راهکار و نبود یک راه حل خوب برای این هستش که من با بدنم با روانم ارتباط خوبی بگیرم. شما نگاه بکنید حیوانات دور و بر خودتون رو ببینید، اکثرا بدن فیتی دارن و اینها در واقع حالا به غیر از اون دسته حیواناتی که نزدیک ما انسان ها زندگی میکنن، یعنی این بعضا من میبینم یه سری گربه هایی هستن بغل رستوران ها خیلی توپلی هن. خب اونا بیچاره ها به خاطر رفتارهای بد ما در واقع چاق میشن، وگرنه اکثر حیوانات بدن فیتی دارن. خب نه اینکه اینا غذا بدشون بیاد، هر وقت که شما میبینی اینا دارن غذا میخورن یا هر چقدر بهش غذا بدی یا برمی‌داری یا یه قایم میکنه یا همون موقع میخوره، ولی در واقع اینا حرکت و مصرف انرژیشون رو با این خوردن غذا به تعادل میرسونن، ولی ما آدم‌ها این کارو نمی‌کنیم. یعنی بین خوردنمون و بین حرکت کردن ما بالانس از بین رفته. برای همینه که مسئله ورزش کردن درست، جدی و مستمر، حتی از غذا خوردن و توجه افراطی به غذا میتونه اهمیت بالاتری داشته باشه. یعنی چی؟ خلاصش یعنی این که اگر شما بهتر ورزش بکنید کمتر احتیاج داریم به این که خیلی بخوایم به غذاتون حواستون باشه. ببینید شما حرکت از وجود زندگی ما انسان‌هایی که در شبیه کشور مدرنی زندگی میکنیم، در یک لایف استایل مدرن داریم زندگی میکنیم، از بین رفته. یعنی ما به اندازه کافی حرکت نمی کنیم، ما به اندازه کافی بدنمون انرژی نمی سوزونه
و همین مسئله باعث میشه که چون نمیخوایم میزان حرکت رو درست بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم میزان ورودی رو در واقع میخوایم کنترل بکنیم، در صورتی که یک راهکار دیگر خوب و مناسبی که وجود داره اینه که بیایم میزان حرکت و مصرف انرژی رو به دست بگیریم. ببینید ما یه ورودی داریم که اینا میشه غذای ما، یه دونه خروجی داریم که اینا میشه اون انرژی که بابت حرکت بدنمون مصرف میکنیم. بیشتر آدما میگه من زندگیم خیلی شلوغه، من خیلی سرم شلوغ پلوغه و وقت ندارم برای ورزش کردن، وقت ندارم برای پیاده روی کردن، وقت ندارم برای حرکت کردن. برای کارهای خونه کارگر دارن یا انقدر تجهیزات دارن و یا انقدر در شغل و محیط کاریشون سرشون شلوغی که اصلا نمیرسن این کارا رو انجام بدن. خیلی راحت ورزشو میذارن کنار، حالا مجبورن برن چیکار بکنن؟ ورودی رو کنترل بکنن، در صورتی که بزرگترین مشکل ما امروز خروجیه. یعنی ما بعد این حرکت رو شروع کنیم. پس در سال 1403 مهمترین ویژگی که شما باید داشته باشین ورزش کردنه و نه رژیم غذایی. شما اگر ورزش رو توی کارهای خودتون قرار بدین، اساساً یک بخشی از مسئله وزن شما حل و فصل خواهد شد. بنابراین ببخشید معذرت میخوام، بچپونید به برنامه‌تون، یعنی فشار بدین، هول بدین، زورکی. چطور یه دونه چمدون بسته نمیشه، یه دونه کیف بسته نمیشه، ولی شما میدونی که باید گوشیتو ببری، شما میدونی که باید این وسیله مهم رو با خودت ببری. هر جوری هست باز میکنی، میبندی یه جوری که این وسیله رو بذاری اون تو، چون میدونی بدون این وسیله نمیشه سفر کرد، بدون کارت بانکی نمیشه سفر کرد، بدون پاسپورت، بدون مدرک شناسایی نمیشه سفر کرد. اگر شما اینو یاد بگیری که این ورزش شرط لازمه، کافی نیست ولی شرط لازمه، باید تو برنامه‌ام باشه، هر جوری هست. حالا 6 صبح میرم سر کار، 4 صبح میرم سر کار، 11 صبح میرم سر کار، تا 10 شب سر کار، من اینا رو نمیدونم، تو خودت بهتر میدونی. اینو باید تو برنامه‌ت بگنجونی و هر جوری هستش خودت رو یواش یواش تبدیل به یک ورزشکار حرفه‌ای بکنی. من بیشتر اوقات به آدما توصیه میکنم تو اون زمینه ورزشی که پیش میرن مربی بشن. ما به این همه مربی احتیاج نداریم، ولی وقتی که تو به عنوان یک مربی داری ورزش و تمرین میکنی، دقت و توجهت بیشتر میشه و همین مسئله باعث میشه که بتونی تو اون زمینه قهارتر، ماهرتر و قویتر بشی. بنابراین بخش دوم صحبت‌های من تأکید بیشتر روی ورزشه. ورزش به غیر از این که خروجی انرژی ما رو متعادل میکنه، از نظر روانی سلامت بدن ما رو اگر حالت افراطی به خودش نگیره هم تأمین میکنه. یعنی افراد ورزشکار ناخودآگاه، حتی اونایی که مشکل روانی دارن، یه پله از افراد همسطح خودشون سلامت روانی بالاتری دارن، انعطاف پذیری روانی بالاتری دارن. فرد ورزشکار کارهای سخت زندگی خودش رو بارها و بارها و بارها و بارها و بارها، هر هفته و هر هفته و هر هفته و هر ماه و هر ماه و سالها داره انجام میده. این خودش باعث میشه که این فرد از نظر روانی سلامت بالاتری پیدا بکنه. شما امروز بدن بهتری داشته باش، خب همین الان وزنت وزن خوبی باشه، اوکی، تازه رژیم گرفتی، اصلا وزنت فیت، اوکی. خب وقتی که تو ورزشکار نیستی، از نظر روانی یه جورایی میشه گفتش که اعتبار اینو نداری که این جسمو بدن دستت، این قدرت رو نداری، این منزلت رو نداری که این بدن رو بدن دستت. یک ورزشکار ولی این قدرت و مهارت رو داره که این بدن سالم رو بدن دستش و روز به روز قوی ترش بکنه. برای همین من به دوستای نزدیکمم که رژیم میگیرن میگم باریکلا، خوبه که رژیم گرفتی، آفرین، حالا رژیم رو گرفتی، حالا بعد این رژیم باعث بشه که تو رو برای ورزش آماده بکنه. اگر تو رژیم بگیری ولی ورزش نکنی، 2000 ارزش نداره. و اگر قراره که فقط یکی از اینا رو انتخاب بکنی، حتما ورزش رو انتخاب بکن، چون ورزش علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روانی هم به تو هدیه میده. اما بریم ببینیم که مکانیسم چاقی چجوری هستش. ببینید ما در مقابل زندگی و در مقابل فشارهایی که از درونمون بهمون وارد میشه، راهکارها و مواجهه های متفاوت و متنوعی داریم. هر کدوممون شکل و شمایل مختلف و میلیاردها آدمیم، میلیون ها روش وجود داره برای اینکه ما در مقابل این افکار و احساسات چگونه رفتار میکنیم. فرض بفرمایید که من امروز استرس گرفته بودم
به خاطر ساعت لایو، چون ساعت لایو و توی موبایلم ساعت ایران رو اشتباه نشون داد، چون یه دستکاری یکی از دوستان موبایلمو کرد که من بتونم ساعت محلی اینجا رو بهتر متوجه بشم. بعد همون باعث شدش که من زود وارد لایو بشم. وقتی زود وارد لایو شدم دیدم که اصلا فکرم دیر شده، حتی یه استوری گذاشتم سریع گفتم ببخشید ما دیر داریم شروع میکنیم، 5 دقیقه دیگه من شروع میکنم. بعدن این استرس قبل لایو، اون استرس بعد لایو اگر که 10 سال پیش من بود من همون وسط 4 تا شکلات مینداختم بالا. ولی امروز یاد گرفتم که این استرس رو دارم دیگه و تجربهش بکنم. بیشتر ما در مقابل استرس تن به خوردن میدیم. راهبرد مقابله‌ای که در روانشناسی اکت ما میشناسیم برای خیلی از آدما آشغال ریختن در بدنه. یعنی تا هیجان منفی تجربه میکنن که نمیخوانش، برای نبود این هیجان و برای دفع این هیجان در واقع شروع به خوردن و آشامیدن و کشیدن و اینها میکنن و نه به اندازه کافی، بلکه به اندازه‌ای که بیاد حال اینا رو بهتر بکنه، حال بهتری بهشون بده و غذای خوشمزه‌ای بخورن، بستنی بخورن، شکلات بخورن تا بتونن از اون حال بدی که دارن تجربه بکنن. یه سری علف میکشن، یه سری مشروب میخورن، تا حالشون بد میشه نوشیدنیشون رو بر میدارن، دنبالش میگردن، میگه حالا بریم یا آتیش بگیریم زیرش یا حالی بکنیم. خب ببین نگاه کن، درسته که اون میتونه به صورت مقطعی و کوتاه مدت حال تو رو خوب بکنه، ولی یه خورده از اون درد و رنج هایی که داری کم بکنه. اما در دراز مدت چه اتفاقی میفته؟ معمولا کسی که مست میکنه، کسی که نشه میکنه، کسی که یه حال دیگه رو تجربه میکنه به غیر از بودن در لحظه حال، ببینید نگاه کنید، مستی و نشگی ما رو از لحظه حال دور میکنه، ما رو وارد یک حال دیگر میکنه. در واقع از این لحظه حالی که امروز داریم و این موقعیتی که در این لحظه حال وجود داره ما رو برمی‌داره میبره در یک مکان و در یک زمان دیگه و در یک موقعیت دیگه ای که واقعی نیست، مصنوعی، مجازیه. و بعد بنابراین تو اون لحظه میگی به به چقدر خوب شد که من اینو نوشیدم، چقدر خوب شد که اینو خوردم، چقدر خوب شد که اینو کشیدم، چقدر حالم بهتر شد، چقدر خوب شد و حال کارهای دیگه ای که آدمای مختلف میکنن. منتها مسئله ای که وجود داره این هستش که شما تو اون زمانی که از اون لحظه حال به یک حال دیگه میرین، یک سری کارهایی رو تو لحظه حال جا میذارین. یعنی چی؟ یعنی باید یه زنگی میزدی به فلان دوسته که بهت راهنمایی بکنه، ولی میگی ولش کن، سلامتی تو عشق است. همین باعث میشه که تو وارد یه فضای دیگه‌ای بشی که اون وقت یک سری کارهای مهم رو جا بگذاری. بعد اون کارهای مهم رو که جا میذاری حالا چی میشه؟ بعد از این که به حالت معمولت برگشتی تماس میگیرن باهات، میگن که خب تو الان دیگه دیر زنگ زدی به ما، دیگه به ما دیر خبر دادی، بعد زودتر به ما میگفتی. حالا چی شد؟ فشار و مشکلات 2 برابر شد، چند برابر شد. حالا چه اتفاقی برات میفته؟ احساس عذاب وجدان میکنی که چرا اون زنگه رو نزدی، چرا این کارا رو نکردی، چرا به فلانی نگفتی، چرا بلند نشدی یه دقیقه بری موبایلتو چک کنی که ببینی تو حیات هستش یا نیستش. حالا شاید هم بود، شاید تازه بردنش. ببین نگاه کن، حالا تازه عذاب وجدان برمیگرده سراغت، باز دوباره اون حال بد برمیگرده، ولی توان تو به توان نشگی، به توان خورده شدن اون غذاهای خوشمزه دیگه نیستش. بنابراین این رویه تو دوباره ادامه پیدا میکنه، یعنی این سیکل معیوب خودش رو تقویت میکنه. تو به خاطر احساس استرس شروع کردی به غذا خوردن، به بستنی خوردن، به کشیدن، به نوشیدن، یا عالمه نوشابه قوطی باز کردی خوردی. اصلا شاید مشروب نخوری، شاید نوشابه قوطی بخوری، شاید مثلا یه عالمه کوکاکولا بخوری، شاید یه عالمه نبات برداری تو چایت حل بکنی، بگی که من استرسم اینطوری کم میشه، 3 تا بستنی خورده باشی. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ حالا احساس این به خاطر چی به وجود اومد؟ تو استرس داشتی، اینا رو نوشیدی و خوردی و کشیدی. اوکی. حالا یکم بهتر میشی، بعد دوباره به حالت اولت برمیگردی. حالت اول چی بود؟ حال بدی داشتی، خبر بدی بهت داده بودن، میبینی که این میزان نوشیدن و خوردن و کشیدن کارتو ران انداخت، یا احتمالاً
حالت بدتر میشه، عصبانی میشه که چرا دیگه نداری بخوری، چرا دیگه نداری بکشی، یا چرا دیگه وقتش گذشت، عصبی تر میشی و حالا نیاز داری به دوز بالاتر، نیاز داری به پیک بعدی، نیاز داری به بشقاب بعدی، نیاز داری به بستنی بعدی و همین رویه هی دوباره بیشتر میشه. بعد از اینکه این رویه رفت جلو، بعد از چند روز تو چاقتر میشی، تو وابسته تر میشی، تو معتادتر میشی و این احساس شرم رو برای تو فعال میکنه و این احساس شرم باعث سرفکندگی، عذاب وجدان، احساس گناه تو میشه، حالت بدتر میشه. پس تو رو میاری به راهبرد مقابله‌ای که بارها و بارها، سالها و سالها داری تجربهش میکنی و باز بیشتر میخوری و میکشی و مینوشی. این میشه که روز به روز بدنت چاقتر میشه. ولی یه حیوان چجوریه رفتارش؟ اگر که ناراحت هم بشه، اگر از صاحبش جداش بکنن و حالت افسردگی داشته باشه، یه چند روزی یه گوشه کز میکنه و اون غم رو تجربه میکنه، اون دوری رو تجربه میکنه، اون احساس از دست دادن رو تجربه میکنه. حالا بستگی به حیوانش داره، هر چقدر که حافظش یاریش بکنه و شاید هم هیچ وقت فراموش نکنه که صاحبش مرده یا صاحبش رو از دست داده. من اینا رو نمیدونم، دارم از خودم میگم، ولی در کل شروع نمیکنه به مشروب خوردن، شروع نمیکنه به اینکه غذاشو بیشتر بکنه. اگر هم یه مدت کوتاهی این کارو بکنه، بعد دوباره برمیگرده سر فرمش. ببینید اتفاقی که امروز برای زندگی من و شما افتاده اینه که ما داریم تلاش میکنیم به بدنمون بگیم چی بخوره، در صورتی که برعکسش درستره. یعنی بدن ما باید بهمون بگه که ما چی بخوریم. خب شاید شما همین الان به من بگی که دقیقا منم همین کارو میکنم. هر وقت بدنم بهم میگه که من بستنی میخوام، من بستنی میخورم. هر وقتم بهم بگه بکش، میکشم. هر وقتم بهم بگه بنوش، مینوشم. ولی مسئله این هستش که نه خیر، این بدن شما نیستش، این فکر شماست که اینا رو داره به شما میگه. شما بدنت میفهمی زبانش چیه، منم میدونم، خودت هم میدونی. وقتی که 8 ساعت هیچی نخوردی، وقتی که 12 ساعت هیچی نخوردی، چه اتفاقی میفته؟ گشنه‌ای. بدنت احتیاج داره به اندازه اینقدر غذا بخوره. حالا چرا میگم اینقدر؟ بخاطر اینکه من مربی داشتم، استاد دانشگاهی داشتم، به ما میگفتش که این غذایی که تو هواپیما بهتون میدن، این غذای نرم یک انسانه. هر چی بیشتر از این میخورین دارین اضافه کاری میکنید. شما به اینقدر غذا اون لحظه احتیاج داری. بدنت که نمیگه اندازش چقدر بکش، اونی که بهت میگه بیشتر بکش، بیشتر بکش، بیشتر بکش، بیشتر بکش، بیشتر بکش، اون در واقع اون ذهنته. میگه ممکنه دیگه بیشتر از این گیرمون نیاد، فریبت میده. رفتی عروسی، میگه هیچ وقت دیگه این شب تکرار نمیشه. من چه هدیه گران قیمتی دادم، چقدر این هدیه من ارزشمند، چقدر باید بخورم تا این یر به یر بشه. حالا اون کثافت‌ها خودشون اومدن خونه ما، چقدر خوردن و نوشیدن، حالا منم یه خورده بخورم و بنوشم. حیفه، واقعا حیف و میل میشه. اومدیم تو این هتل یا عالمه پول دادیم، پس صبحونه‌شو تا سفره هم جمع بکنیم بریم با خودمون. اینا کی داره بهت میگه؟ فکرت داره میگه. بدنت، پات، دستت، معدت، کبدت که بهت نمیگه که، اینا رو فکرت داره بهت میگه. فکرت داره بهت میگه که آره عزیز من دیگه کار تمومه، اینا رو تو میتونی بردار، حتی اگه چند تا بذار تو جورابت ببر با خودت. ولی بدن که اینا رو نمیتونه بگه که. ما فکرمون داره به بدنمون میگه چی بخوریم، چی بکشیم، چی بنوشیم که حالمون بهتر بشه. فکر ما ایده درستی خیلی از اوقات نداره برای اینکه بتونه به زندگی ما کمک بکنه. بنابراین یک راهکار سلامت جسمی بیرون اومدن از فکر. اگر که اونو بیخیالش بشه ممنون میشم. نه دارم اینجا آبجوش اینام دارم، ولی خب ممنونم، مرسی. یه چیزی که در واقع خیلی اینجا اهمیت داره این هستش که در واقع ما برای سلامت جسمانیمون سلامت جسممون رو به جسممون بدیم. ببینید خیلی راحت و واضح، برای سلامت جسمانیمون اختیار سلامتمون رو به جسممون برگردونیم. همون کاری که حیوانات میکنن، همون کاری که موجودات زنده به غیر از انسان میکنه، همون کاری که اجداد، ممنونم، هر کاری که اجداد ما انجام میدادن. بنابراین و بیایم اختیار زندگیمون رو، اختیار بدنمون رو از دست فکرمون بگیریم. این فکر امروز به ما ضربه زده. این الان دارین منو میبینید، یه دست به شکمتون بزنید، یه دست به بدنتون بزنید، ببینید این اضافه وزنی که دارین یا این کمبود وزنی که دارین، این محصول لایف استایل شما، سبک زندگی شماست. این لایف استایل و فکر شما برای شما ساخته، ایده های دور و بر شما برای شما ساختن. بنابراین
در نظر داشته باشین که با همین رویه، با همین فرمون، با همین فکر تشریف ببرین جلو، اوضاع دیگه حد اکثرش اینه که همین میمونه و بهتر نخواهد شد. در ضمن در نظر داشته باشین که جسم شما روز به روز، مخصوصا اگر در سنی مثل من باشین، ضعیفتر قراره بشه و این یک طبیعت زندگیه. هیچ کس نمیتونه جلوی این طبیعت بایسته، اونم به مدت طولانی. پس بنابراین هر چقدر این بدنی که نحیفتر میشه در دوران میانسالی، ضعیفتر میشه در دوران میانسالی، قدرت ذهن ما بیشتر بشه، اوضاع بدن ما بدتر خواهد شد. بنابراین بیاین یک بار به این مسئله، به این حالت توجه بکنیم. میدونم که این لایو بسیار کم و کوتاه هستش، من این ساعت بی خودی گذاشتم جلو، مثلا یه جوری داره میره جلو که اصلا من فکر میکنم خرابه، اصلا با چه سرعتی داره حرکت میکنه. 26 دقیقه از زمان لایو ما گذشته، من فقط 9 دقیقه زمان دارم و بهتره که این حرفا رو هم نزنم تا بتونم از فرصت بیشتر استفاده بکنم. اما در کل میخوام به شما بگم که کلید این لایو اینه که بیایم کار رو بسپاریم به کاردون، بیایم توجه کنیم به بدنمون. بدنی که یک نعمتیه که به ما داده شده و خودش بسیار بهتر از مغز ما، ذهن ما، بهتر از ذهن ما میدونه که چی درسته و بیایم به طبیعت خودمون برگردیم. حالا این وسط یک اختلالی وجود داره که مثلا بچه‌هایی که الکسی تایمی دارن، کوری احساسی دارن، میتونن مشکل اینو داشته باشن که گشنگی و تشنگی خودشون رو متوجه نشن. یعنی همین الان که شما داری صحبتای منو گوش میکنی، بعضی از شما تو دلتون دارین میگین که من اصلا نمیفهمم کی گرسنه‌ام میشه، من اصلا نمیفهمم کی تشنه‌ام میشه. بعضیا که تشنه‌شون میشه فکر میکنن گرسنه‌شونه. باور میکنید خیلی چیز عجیبیه، ولی یه همچین مسئله وجود داره. در خیلی از آدم ها، در هزاران نفر آدم این مسئله وجود داره که من خدمتتون دارم میگم. خب من باید چیکار بکنم؟ تو با بدنت قهری، تو باید آشتی کنی، تو باید برید کوچه آشتی کنون، با بدنت آشتی بکنی. یوگی‌ها یه حرف خوبی میزنن، میگن که اگر شما بدن خوبی نداشته باشی، مجبوری همش تو ذهنت باشی. امروز ذهن شما بعضیاتون انقدر قوی شده که به شما میگه که من گرسنمه. الکی میگه، یعنی در واقع اونی که به شما میگه گرسنتونه باز بدنتون نیست، ذهنتونه. یعنی الکی ادای گرسنه ها رو در میاره. خب تو نگاه میکنی میبینی که من 1 ساعت پیش غذا خوردم، نهار خوردم، یه دیس، چرا بدنم گرسنه باشه؟ و این کیه که میگه گرسنمه؟ شما خیلی راحت بر اساس واقعیت زندگیت میتونی متوجه بشی که من الان واقعا گرسنمه، بدنم داره با من صحبت میکنه یا یکی دیگه است. شما بین خود جسمانیتون و خود متفکرتون باید بیاین یک تفاوت و تمایز مهم قائل بشین. آقا این کیه داره با من صحبت میکنه؟ بدن شما خیلی واضح و شفاف صحبت میکنه. بزرگترین و بیشترین مشکلات جسمی شما توسط ذهن شما داره ساخته میشه. پس این دوستانی که یه همچین کوری احساسی، کمبود آگاهی دارن، باید به جای بهبود وزنشون، به جای این که به دستوراتی که بهشون میرسه سر تسلیم خم بکنن، بیان آگاهیشون رو نسبت به بدنشون بالاتر ببرن. یعنی یه خورده توجهشون رو بیشتر بکنن، بگه من چه ساعتی غذا خوردم، بنویسه یه خورده، بعد طبیعیش کی هستش، ببینم طبیعیش کی باید غذامو بخورم و مردم عادی چه جوری غذا میخورن. ما 3 جور اختلال داریم. اختلال افراد پرخور داریم که در واقع اینا بیشتر از افراد عادی میخورن، خودشون هم میدونن، بهتر از هر کسی خودشون میدونن. یعنی تو 1 ساعت من چقدر میخورم به عنوان یک فرد عادی، مثلا اگه باشم، شما چقدر میخوری؟ خب اگر شما پرخور باشی از ما عادی‌ها بیشتر میخوری. توی 2 ساعت معمولا لایف تایم خوبی هستش برای اینکه شما ببینی که واقعا در واقع پرخور هستی یا خیر. بعضی از افراد خیلی راحت اسم خودشون رو میذارن، یا آره من دهندار هستم. من میگم خب دهندار، خب حالا مثلا یعنی چی؟ یعنی ما بقیه‌مون دهن نداریم مثلا، یا این ویژگی خیلی خوبیه. خب بالاخره انسان یه وقتایی این حقو داره که از اون چارچوب‌های خودش بیرون بیاد، توی یه محیطی، رستورانی، مهمانی قرار میگیره، یه خورده بیشتر از حالت عادی غذا میخوره. یه حالت استثنا انسان تاب‌آورتر از این حرفاست و میتونه این شرایط رو رد بکنه. اما اینکه تو در تمام 24 ساعت و در تمام روزهای زندگیت این شکلی زندگی میکنی، اصلا چیز ویژگی خیلی باحالی نیستش. تو در واقع یه جورایی
وقتی فکرهای بدی به سراغت میاد شروع میکنی به پرخوری. وقتی که کسالت و بی‌حوصلگی میاد سراغت شروع میکنی به پرخوری و این پرخوری تو ماحصل قوی بودنت نیست بلکه ماحصل ضعیف بودنته. انسان باید یک در واقع، من حتی دوست ندارم به شما میگم برنامه خوب برای خوردن داشته باشین، من میگم یک توجه خوب به بدنتون داشته باشین، چون بدن بسیار خوب خودش برنامه ریزی میکنه. معلومه که ما 3 وعده اصلی داریم و میان روز 2-3 وعده میان روز داریم که در واقع گاهی اوقات میتونیم با یک سری به اندازه خودمون، این که ما بیایم یک سری غذاها رو کلا از زندگیمون حذف کنیم، اینها روندهای غلطیه. من بارها و بارها خودم رژیم گرفتم و این خودش مسئله منه. من یادتون باشه من کلا هر همایشی که میذارم در واقع خیلیاش مشکلات خودم هستش و در واقع مشکلات خودم بوده، فکر کردم، پژوهش کردم، تحقیق کردم و بعد بر اون اساس رفتم یک دوره و یک کتابی و یک آموزشی آماده کردم. اینم که من دارم راجع به رژیم یه جورای انتقاد جدی دارم به زندگی افرادی که همش رژیم هستن، در واقع به خاطر اینه که خودم هم یه دوره این شکلی زندگی کردم و متاسفانه بسیار بالا و پایین داره. و یادتون باشه یه چیزی محتوایی درست کردم بسیار درسته، اینکه اینا حرفایی که من خدمت شما میزنم هر جایی که نظر خودم باشه میگم به نظر من، ولی هر جایی که نمیگم به نظر من به احتمال 99% پشتش ریفرنس مهمی وجود داره. من اونجا به شما گفتم که علت این که آدم‌ها رژیم میگیرن بعدش دوباره چاق میشن زندگی اجداد ما هستش. زندگی اجداد ما این شکلی بوده که اونها حالتهای قحطی و وفور نعمت رو به وفور تجربه میکردن، یعنی هی میرفتن تو قحطی، هی وفور نعمت، هی میرفتن تو قحطی، بیشتر تازه قحطی رو شاید تجربه میکردن. انسانی که از قحطی میاد در واقع پرخور میشه و این پرخوری رو در وجودش میشه کاملا دید. بنابراین وقتی کسی رژیم میگیره احتمال پرخوری رو در آینده برای خودش افزایش میده. برای همینه که ما نباید سوار این چرخ و فلک تکراری بشیم. برای همینه که ما نباید دست خودمون رو بدیم به دست یک هیولایی که ما رو وارد بازی رژیم غذایی بکنه. خدمتتون عرض کنم که یه نگاهی بکنم ببینم چیزای مهمی که میخواستم بگم رو به شما گفتم. به نظر من از امروز به بعد تمام این فیلم هایی که میگه ده غذایی که هرگز نباید بخورین، 3 تا غذایی که بعد از امروز به بعد همش بخورین، نمیدونم 6 تا غذایی که از فردا یه روز در میون نخورین، اینا رو بزنین کنار. البته میدونم که توصیه‌ام خیلی شدنی نیست چون ذهن شما توسط رسانه خورده شده قبل از اینکه من بخوام این حرفا رو به شما بزنم، اما حالا زدن حرف درست با حتی ناامیدی هم بازم کار درستی هستش. خدمت شما عرض می‌کنم که افرادی که رژیم میگیرن یک مشکل دیگه هم که دارن بی اهمیتیشون به گرسنگی و تشنگی و همین مسئله باعث کم شدن خودآگاهیشون نسبت به بدنشون میشه و این افراد معمولا بعد از رژیم های متوالی و مستمر معمولا خودآگاهی و آگاهی جسمانیشون هم پایین میادش، توجه اضطراب آوری به کالری پیدا میکنن و دائما اضطراب این کالری ها رو دارن و در واقع همین مسئله باعث میشه که اضطراب بره بالا و بعد پرخوری احتمالش افزایش پیدا بکنه. یادتون باشه که بیشترین دوره هایی که شما احتمالاً چاق میشین لحظات سخت زندگیتون هستش و این خودش یک نشانه‌ای برای این لایو امشب ما و محتوای لایو امشب ما هستش. افرادی که مهاجرت میکنن، افرادی که شکست میخورن، شکست عشقی میخورن، رابطه ای از دست میدن، طلاق میگیرن، بچه‌شون رو از دست میدن، پدر مادرشون رو از دست میدن، احتمال چاق شدنشون و به هم ریختگی وزنشون هستش. این چرا علت این چجوری توجیهش میکنید با لایو امشب؟ خیلی ساده است. افرادی که داغ دیده هستن در واقع افرادی که داغ دیده هستن متاسفانه افکار و هیجانات منفی زیادی رو تجربه میکنن و چون راه مقابله با این رو بلد نیستن، اکت بلد نیستن، روانشناسی اکت بلد نیستن یا انواع روش‌های دیگه درستی که تو این زمینه وجود داره، در واقع اینها خیلی با وضوح به اجتناب رو میارن، راهبردهای غلط انتخاب میکنن و وارد مسیر اشتباه میشن. شما باید انتخاب بکنید که دارین زندگی میکنید که بخورین یا میخورین که زندگی کنید. این 2 تا تفاوت خیلی زیادی هستش بینش. هرچند که خود غذا خوردن هم خیلی وقتا لذت بخشه و بخش زیبا و جذابی از زندگی ماست، مخصوصا اگر که ما در یک مسیر و یک
جسم سالم، یک لایف استایل سالم، یک سبک زندگی درست داریم پیش میریم. اما اساسا باید به شما بگم که اینو انتخاب بکنید که در اکثر اوقات این غذا خوردن شما قراره به شما کمک بکنه فردا برین تو ورزشتون بهتر عمل بکنین، تو شغلتون بهتر عمل بکنین، تو رابطتون بهتر عمل بکنین، یا اینکه نه کلا فکر و ذکرتون این هستش که غذا بخورین. خدمتتون عرض کنم که دو تا اختلال معروفی که وجود داره که پرخوری هستش که عرض کردم افراد در این اختلال در واقع درگیر این هستن که بیشتر از افراد معمول غذا میخورن و همین مسئله یک جورایی کمبود انعطاف پذیری روانیشون رو نشون میده و تا زمانی که انعطاف پذیری روانیشون رو بهبود ندن، درمان نشن، تا زمانی که یاد نگیرن با افکار و هیجاناتشون کنار بیان، هر بار که فکر و هیجان منفی سراغشون بیاد، هر بار فکر و هیجان دوست نداشتنی سراغشون بیاد، اینها احتمالاً میخورن و مینوشن و میکشن و همین رویه نه تنها باعث سلامت جسم، باعث کم شدن سلامت جسمشون میشه، بلکه باعث اینم میشه که در واقع متاسفانه اعتیادهای متفاوت و متنوعی رو به دست بیارن. افراد کمخور اختلالشون از افراد پرخور کم هزینه تر نیست و با اینکه خودشون خیلی هاشون فکر میکنن که نه چیزی نیست، حالا ما کم میخوریم، در صورتی که این هم خودش اختلال هست. افراد کمخور کسانی هستن که به اندازه کافی غذا نمیخورن، به اندازه نرمال غذا نمیخورن، همش نگران کالری هستن، همش نگران این هستن که مبادا چاق بشن، مبادا در واقع بدنشون به هم بریزه. این اتفاق در مدل ها، در بلاگرها، در هنرپیشه ها، در افرادی که شغلشون با بدنشون در هم آمیخته شده بسیار زیاد دیده میشه. گاهن این افراد برای اینکه غذایی که خوردن رو پس بدن تلاش میکنن با انگشت کردن تو دهانشون استفراغ بکنن غذایی که خوردن، یا از قرص‌هایی استفاده بکنن که این چربی ها رو سریعتر جذب بکنه یا بیشتر جذب بکنه و در عین اینکه دلشون میخواد غذا بخورن خیلی وقتا خودشون رو محروم میکنن از غذایی که حقشونه. افرادی هستن که التقاطی هستن، هر جفت اینها رو با هم دارن، گاهی اوقات با پرخوری شرایطی فراهم میکنن که وارد چرخه کمخوری میشن و اونجا با افراط تلاش میکنن چیزی نخورن و همین مسئله باعث میشه که این رویه اونها رو به یک قحطی میبره که دوباره به سیکل پرخوری برمیگردن و این آشفتگی همینطور در زندگی اینها ادامه پیدا میکنه. نه تنها به وزنشون، نه تنها به سلامتیشون ضربه میزنه، بلکه باعث میشه نتونن خوب ورزش بکنن، چون تو وقت خوب غذا نخوری نمیتونی خوبم ورزش بکنی. و اساساً نکته‌ای که این افراد وجود داره، تا زمانی که نتونن رابطهشون رو با درونشون، با افکار و هیجاناتشون بهبود بدن، همین آشه و همین کاسه. چند تا نکته کلیدی به عنوان نکات کاربردی این لایو، با اینکه 38 دقیقه از لایومون گذشته، سریع برای شما بشمارم چون دیگه نمیتونم لایوی بذارم در این هیته و امیدوارم که اگر شما این برنامه رو دوست داشتین و واقعا بهش احتیاج داشتین، در همایش 30 و 31 روانشناسی اکت و سلامت جسمی شرکت بکنید تا من راهکار مواجهه با افکار و هیجانات منفیتون، مثلا در رابطه با پرخوری و کمخوری، بیشتر بهتون آموزش بدم. امشبم تا چند دقیقه دیگه فکر میکنم وقت برای استفاده از بالاترین تخفیف رو داشته باشید. چند تا نکته خیلی مهم برای شما استخراج کردم از ریفرنس های خوب، من سریع اینها رو برای شما بازگو بکنم. نکته اول این هستش که من خودم از این خیلی درس یاد گرفتم، چون خودم این مسئله رو دارم. مسئله این هستش که غذا رو کجا میذارین. اگر که شما جز افرادی هستین که غذا خیلی رو میزتون زیاده، در واقع احتمال این که پژوهش نشون میده کسایی که رو میز کارشون، رو میز پذیرایی یا کانتر آشپزخونهشون غذاهای متنوعی یا خوراکی‌های متنوعی همینطوری به صورت مهمانی وجود داره، اینها در طی چند سال آینده زندگیشون چاق میشن. بنابراین اگر یک نکته کاربردی خیلی سریع و شفاف بخواید از این لایو یاد بگیرین، این هستش که غذای رو میزتون رو جمع بکنید. غذا نباید خیلی رو میز باشه، چون اون وقت به جای اینکه جسم ما به ما دستور بده که من اینو میخوام، فکر ما بر اساس اجتناب از افکار و هیجانات منفی دلش میخواد که یه 4 تا از این بادوم هندیا در واقع برداره بخوره. من خودم عاشق بادوم هندی ام، بخاطر این مثال رو زدم که خودم این کارو میکنم، یعنی دستم این دستگیر هستم که میره توی این
کاسه بادوم هندی دیگه آخر عاقبتش با خودشه. خدمت شما عرض کنم که نکته بعدی که دوست دارم به شما بگم مسئله در واقع برنامه زمانی غذا خوردن هستش. یعنی اینکه پژوهشگرها متوجه شدن کسانی که برنامه غذایی جدی در واقع برای ساعت مصرف دارن، نه برای اینکه چی بخورن، در واقع اینها معمولا بدنهای بسیار بهتری دارن، سلامت جسمانی بهتری دارن. یعنی صبحونهش معلومه حدوداً چه ساعتیه، ظهر نهارش معلومه، شامش معلومه و یک لایف استایل مرتب و نسبتاً روتینی داره این فرد. و چرا؟ چون وقتی که شما مثلا لایف استایلت خراب باشه، یه شب دیر بخوابی، صبحش بلند شی صبحونه نخوری، خب صبحونه نمیخوری، چه اتفاقی میفته؟ احساس گرسنگی نمی‌کنی، چون دیشبش مهمونی بودی، نوشیدی و خوردی و اینا حال کردی، الان زیاد گرسنه نیستی. صبحونه نمیخوری، نهار که میشه الهی به امید تو حالا خیلی گرسنت شده، فکرت هم میاد فریبت میده و بیشتر از حقت، بیشتر از چیزی که بهش احتیاج داری غذا میخوری و بعد حالا چی میشه؟ حالا میگی که وای چقدر غذا خوردم، شام نخورم. بعد شب که شام نمیخوری چه اتفاقی میفته؟ حالا دوباره صبح خیلی گرسنت هستش، صبح بلند میشی با یه ولعی 6 تا تخم مرغ میندازی و نیمرو میکنی و میخوری. بنابراین داشتن یک برنامه ساعتی درست برای غذا خوردن خودش یکی از بهترین اهرم‌هایی هستش که شما رو میتونه به سمت بدن سالمتر و یک بدن آگاهتر هدایت بکنه. خدمت شما عرض کنم که استرس، بسیاری از ما یک زندگی پر استرسی رو تجربه میکنیم و همین مسئله باعث میشه که بعد بیشتر از همه مراقب سلامت جسمیمون باشیم و کسایی که شغل‌های پر استرس و شغل‌های خطرناک و شغل‌های پر دردسر رو تجربه میکنن بیشتر از همه آدم‌ها در معرض چاقی و به هم ریختگی بدنشون قرار دارن. بنابراین این افراد خیلی بیشتر باید حواسشون باشه به اینکه چی میخورن، چی مینوشن. به مقاله میخوندم مخصوص این افراد که میگفتش که این افراد حتما باید برای غذاهاشون در ساعت و میزانش برنامه‌ریزی کرده باشن و از قبل برای اون چیزهایی که قرار بخورن فکر کرده باشن و طبق برنامه پیش برن و اون برنامه‌ای که خودشون حالا با اصلا نوع زندگی و خانوادهشون تجربه کردن و دیدن. بنابراین اینها چون شرایط استرس میاد بازی رو کلا عوض میکنه، مثل یک طوفانیه که یهویی میاد همه ایده ها رو از بین میبره. میگه که حالا چون معمولا اینا مدیران خیلی مهمی هم هستن، این برنامه رو که من حالا 30 گذاشتم، اگه بخوام به چند نفر خیلی توصیه بکنم، مربیای ورزش مثلا من خیلی دوستشون دارم، میدونن خودشونم، خیلی بهشون علاقه و احترام دارم، ولی توصیه هایی که خیلی وقتا مربی ورزش میکنن غلط هستش و خوبه که از ابعاد روانشناختی خوردن و آشامیدن با خبر باشن. خیلی خوبه که بدونن که روانشناسی خوردن چگونه اتفاق میفته. خیلی راحت به شاگردش برمیگره میگه نخور. خب اصلا این بنده خدا اگه انقدر کنترل داشتش که اصلا اضافه وزنش انقدر نمیشدش که تو باید یه کمک دیگه به این بکنی. اینو باید بفرستش پیش تراپیست، باید بفرستش پیش یک دوره آموزشی، باید بفرستش کتاب بخونه، بعد خود کمکش بکنی، بعد بفرستش گروه درمانی، آموزش درمانی، یه کاری باید براش بکنی. بسیاری از افرادی که با جراحی خودشون لاغر میکنن اینا کسانی هستن که در واقع اگر جراحیشون طوری باشه که بتونه برگرده، خب برمیگرده. اگر جراحیشون طوری باشه که بر نگرده، میرن اعتیادهای جدید پیدا میکنن. مثلا افرادی که جراحی هایی میکنن برای لاغری مادام العمر، اینا خیلی هاشون اعتیاد میارن به الکل، یعنی اعتیاد به خوردن، چون دیگه الان معده‌اش کوچیک شده نمیتونه بخوره، اعتیاد میاره به الکل، درگیر گراس میشه، درگیر علف میشه، درگیر یک مواد جدیدی میشه. خب این که خیلی بدتر شد که این چاق بود بهتر بود، اومدیم ابروشو درست بکنیم، زدیم چشم خور کردیم. بنابراین تا زمانی که مسئله روانی ما حل نشه، هر گونه تنظیم ظاهری یه جورایی تزیین دکوره، یعنی اتفاق اساسی و اصولی هنوز برای ما نیفتاده. خدمتتون عرض کنم که توصیه یکی از پژوهشگرها کرده بود تحت عنوان این که خیلی غذامون رو با هم دیگه نخوریم، یا اگه قرار با هم بخوریم اتفاقا تمرکزمون بیشتر رو غذامون بذاریم. من خودم شخصا از ناهارای کاری خیلی بدم میاد
و خیلی خوشحال نمیشم وقتی دعوتم میکنن، چون به نظر من یا باید نهار خورد یا باید کار کرد دیگه. این دوتا با هم دیگه خیلی طولانی بشه خیلی جذاب نخواهد بود. بنابراین نهارهای کاری، نمیدونم صبحانه های کاری، حالا 3 دفعه تو سال باشه چیز مهمی نیستش، ولی اینکه در واقع شما بخوایم 1-2 روز در هفته این برنامه رو داشته باشید، 2-3 روز در هفته این برنامه رو داشته باشید، این میتونه بهت به شدت آسیب بزنه و بنابراین معاشرت‌های اجتماعی ما در واقع خیلی میتونه برای وزن ما تاثیرگذار باشه. پژوهش‌ها نشون میده که شما الان اون جمله هستش که میگه شما میانگین 5 نفر اطرافیانتون هستین، این در رابطه با جسم پژوهش‌ها نشون میده که درسته. یعنی وقتی که نحوه غذا خوردن اطرافیانتون تو میبینی، شاید امروز اونا رو نقد کنی بگی چقدر غذا میخوری، چقدر مثلا فلان میکنی، ولی احتمالاً تو 2-3 سال آینده خودت هم همین شکلی غذا میخوری. تأثیر ما میگیریم. بیشترین لایف استایل ما در غذا خوردن شبیه لایف استایل پدر مادرمونه و در واقع پدر مادرمون چطوری غذا خوردن، ما امروز داریم همونطوری غذا میخوریم. اکثرمون در همین حالت قرار داریم. راستی آمار دیگه هم میخوندم که 90% کسانی که رژیم میگیرن وزنشون دوباره به حالت قبلی برمیگرده. اینو اتفاقا همین امشب توی یکی از رسانه ها خوندم. خدمتتون عرض کنم که بله اینم که گفتم. پژوهش‌ها ثابت کردن کسایی که آب بدنشون کمه بیشتر از بقیه غذا میخورن. یعنی اگر شما در تنظیم آب بدن بتونید به خودتون کمک بکنید، احتمال اینکه ذهنتون بخواد به شما فریاد بزنه و دستورات غلط بهتون بده کمتر خواهد شدش. خدمتتون عرض کنم که باز پژوهش‌ها نشون میدن کسانی که درگیر سوء مصرف الکل و مواد هستن متاسفانه در واقع وزن بدنشون روز به روز خرابتر میشه و اوضاعش بدتر میشه. خدمتتون عرض کنم که و باز پژوهش‌ها نشون میده که کسایی که ورزش میکنن بیش از 53% احتمال این که بتونن وزنشون رو در حالت ثبات نگه دارن بیشتر هستش، یعنی احتمالش بیشتر میشه. خدمتتون عرض کنم که دیگه چی براتون بگم، همینا و دیگه 10 دقیقه بیشتر حرف زدم، نمیتونم کم حرف بزنم. آخرین نکته که دوست دارم تو این رابطه بگم اینه که کسایی که توپلی هستن و بدنشون این حالت توپل بودن رو دارن، بهترین راه رژیم گرفتن نیست، حتی بهترین راه ورزش کردن هم نیست. بهترین راه یک ارتباط بهتر با بدن خودمون گرفتن. منم از کودکی که به دنیا اومدم توپل به دنیا اومدم. حالا مامانم هم تو لایو بهتر میدونه، ولی من فکر کنم 4 کیلو نزدیک 5 کیلو به دنیا اومدم. خب این دیگه اصلا دست من نبوده دیگه. این مامان ماشاءالله غذا داده به ما و همینطوری میگه که ما بچه‌ام که بودیم مثلا تو یه شیر رو یه دفعه به من گفتش که تو 2 تا از این شیشه شیرا می‌خوردی. بعد میگم که بابا من که نمی‌خوردم که شما به من میدادین. من نمی‌رفتم 7 ماه بچه 7 ماهه که نمیدونم یخچال شیر رو برداره بر داغ کنه بخوره که شما میدادیم ما می‌خوردیم. بنابراین این مسئلهش خیلی مهمه که ما ببینیم که در واقع چگونه بزرگ شدیم و کی هستیم. بعضی از بدن‌ها با بدن‌ها فرق داره. من و شماها هممون ژنمون به پدر مادرمون میره و در واقع بعضیامون پدر مادرمون توپلی بودن، ما هم توپلیم. حالا این توپلی بودنه در واقع بخش جذابم داره. شما یادتون باشه نباید تو زندگیتون بابت 3-4 کیلو اضافه وزن 5 کیلو اضافه وزن خودتون رو بکشین. اینا اضافه وزنی نیستش که بخواد شما رو خیلی به هم بریزه، مگر اینکه حالا شغلتون بازیگریه یا یه چیزایی که اصلا مجبوری، اونا دیگه به خودتون ربط داره که حتما افراد بازیگر سلامت روانیشون به خاطر سلامت جسمانیشون آسیب میبینه. بلاگرها و مدل‌ها هم همینطور. بعد دیگه حالا هزینه شده دیگه خودشون باید بدونن که این چطور. حتی ورزشکارای حرفه‌ای که همش درگیر اینن که چی بخورن چی نخورن، اونها هم استرس‌های کاذبی رو در زندگیشون تجربه میکنن که همین مسئله پیش میاد. در کل خوبه که قبل از همه اینها با بدنمون یک رابطه خیلی خوبی داشته باشه. من در همایش 30 و 31 فروردین یه بخش چند ساعته‌ای گذاشتم برای سلف اکسپتنس، برای خودپذیری بدن.
یک دلیل گرفتن رژیم های افراطی شرم زیاد نسبت به بدن هستش، مثلا کسایی که حالا به خاطر بدنشون استخر نمیرن با دوستاشون، یا فرض بفرمایید که بعضی از مهمونی ها رو نمیرن. اینا کسایی هستن که معمولا به دلیل مشکل روانی که با شرم دارن و یک حالت خود بیزاری دارن، اینا در واقع متاسفانه هر چقدر رژیم بگیرن بازم حالشون خوب نمیشه. یادتون باشه که ما درسته که بدن خوب بهمون اعتماد به نفس بیشتر میده، اما نمیتونیم برای رسیدن به یک اعتماد به نفس خوب هر طوری با بدنمون رفتار بکنیم و سالها و ماهها طول میکشه که بعضی از ما بخوایم بدنمون نسبتاً یه شکل و قیافه خوبی پیدا بکنه. بنابراین سالها و ماها، حتی که از همین امروز یا چند سال پیش شروع کردین، بعد با این بدن کنار بیاین، رفیق بشین، دوست بشین، باش مهربون باشین. اینها چیزهایی نیستش که تو هیچ رژیم غذایی به شما یاد بدن. مهمتر از هر گونه رژیم و ورزش یک ارتباط خوب و درست با خودمون و بدنمونه. بدنمون رهبر بهتری برای تنظیم وزنمون هست و امیدوارم که این لایو بتونه شما رو دعوت بکنه به یک جلسه‌ای برای آشتی کردن با بدنتون، برای اینکه او شما رو تنظیم بکنه. از ذهنتون فرمان نگیرین، با بدنتون مشفق‌تر از همیشه باشین، به بدنتون چیزهایی که دوست داره رو برسونین. بدن شما حق داره به یک سری مواد غذایی احتیاج داره، به رنگ‌های مختلف سبزیجات، برنج، کربوهیدرات ها، پروتئین های مختلف، و حالا چون شما ورزش بیشتری میکنی بعد پروتئین بیشتری هم بخوری. شاید بتونی چربیت هم یه 10% 20% از نرم جامعه کمتر بکنی، نمیتونی 80% کمتر بکنی. بدن تو به چربی احتیاج داره، بدن ما به تمام غذاها احتیاج داره. ما این حقو نداریم که بدنمون رو از یک زندگی عادی دور بکنیم، چون که کمبود عزت نفس ما باعث شده که ما نتونیم یک زندگی عادی رو تحمل بکنیم. خب من سوالا رو که تو کوئسشن باکس برای من نوشتین در واقع میارم و یه نگاهی میکنم ببینم چیز جالبی وجود داره که بخوام تو این زمینه به شما جواب بدم. مثل که وضعیت اینترنت هم خیلی افتضاحه، دست دوستان درد نکنه، ممنونیم ازشون، همین تو دعای خیره که در حقشون میکنیم. واقعا خدا پدر مادرتون بیامرزه این کسی که این جمله رو گذاشته. آقا به خدا تقصیر خودمونه. ببین نگاه کنید، شما وقتی که من چند وقت پیش یکی تو باشگاه، چند هفته پیش یکی تو باشگاه اومد گفتش که این آقا رو میشناسی شما؟ بعد من تو نگاهش کردم، گفتم نه متاسفانه. گفت ایشون هم همکار شماست. گفتم که آخه ما خیلی زیادیم، همه همدیگه رو نمیشناسیم، ولی اجازه بده یه نگاهی بکنم. بعد دیدم یه چیزی زد، حالا اسمشو نمیارم، مثلا حالا سخنران فلان. بعد گفتم که ایشون همکار من نیست، روانشناس نیست. گفت چرا هست؟ گفتم نه ننوشته، رو صفحش ننوشته. گفت نه نمی نویسه. گفتم ما روانشناسا مجبوریم، وظیفه داریم بنویسیم و باید مجوزمونم بالای صفحه اینستاگرامیمون باشه. ایشون حتما نیستش که نزده، وگرنه ما نمیتونیم تبعیت نکنیم از این قانون. گفت نه ولی هست. یعنی دوستی که از من پرسید، من بهش توضیح دادم. در واقع بازم تو که ما واقعا بعضیامون حقمونه. هر کسی تو اینستاگرام پیدا شده راجع به زندگی و رابطه صحبت میکنه، راجع به تغذیه صحبت میکنه. اصلا عجیبیم. خب قبل از این که مثلا خیلی وقتا طرف میبینم ازش رفته یه جا رژیم میگیره، بهش میگم که این تخصصش چیه؟ میگه والا نپرسیدم. میگه میشه آخه هم چیزی؟ هیچ جای دنیا یه هم چیزی معمول نیست. آدما برن پیش یه نفری بپرسن که شما به من رژیم بده، بعد نپرسی تخصصش چیه. میشه آخه؟ خوب بود، دوستم رفته پیشش راضی بوده.
بعد بعضیا که اصلا رژیم میگیرن سنتوال میکنن به هم دیگه میدن، یعنی میگه که بیا اینو با هم دیگه بگیریم یا اصلا بیا پولشو با هم دیگه. بابا شما دو تا بدن مختلف هستین، طرف هم اصلا خودش متخصص نیست، اصلا مشکل چند تاست. به خدا باید خیلی بیشتر مواظب باشیم. امروز همونطور که توی هر ننه قمری امروز راجع به مسائل روانشناسی صحبت میکنه، حتی شاید در واقع یک فردی که یه حتی ارشد روانشناسی هم نداره میاد خیلی راحت راجع به روانشناسی صحبت میکنه، تغذیه و ورزش و اینا هم همین شکلیه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. الهی با امید تو دیگه، حالا بالاخره یه چیزی میشه دیگه. خب بعد یه سری هم خب فالوش میکنن و خب بعد این اتفاقا میفته که این شبه علم و انواع تپ‌های شلغمی که ایشون نوشتن امروز واقعا وجود داره متاسفانه، و کسایی که به اینا دارن پول میدن ماییم، یعنی دشمنای ما نیستن. خدمتتون عرض کنم که یه چیز دیگه هم بگم، اینم خیلی مهمه. آقا این رفتارتون رو با افراد چاق باید عوض بکنید. یعنی نه من نه شما این حقو نداریم که خیلی راحت افراد چاق رو مسخره بکنیم و خدمتتون عرض کنم که خیلی راحت بهش بگیم تو چقدر چاق شدی، و به تو ربطی نداره اصلا این موضوع. این بدن ایشونه، خودش هم احتمالاً تو خونشون آینه داره، وزنه داره، خودش همه اینا رو بهتر از من و شما میدونه، مگر اینکه خیلی بهش نزدیک هستین، اونم توی عالم خصوصی با کسب اجازه، با احترام، با ادب. کاملا صحبت کردن و اهانت به افراد چاق مثل یک توهینه، مثل یک خشم کلامی هستش، مثل خشونت کلامی هستش، هم قابل پیگیریه اگر مثلا تو محیط کارتون افراد غریبه همچین کاری باهاتون میکنن. همین که اساسا من چند پیش مقاله میخوندم راجع به رفتار غلط پزشکان با افراد چاق، یعنی در واقع اینم باز بسیار کار زشتیه. یه پزشک چون پزشک حق نداره به فرد چاق برگرده بگه که بخواه وزن خودتو داری، این بدنه، مثلا حق نداره این همچین حرفی بزنه. ما در این که باید بگیم بدن خوب، بدن فیت، بدن سالم خوبه، ولی حقی هم نداریم به خاطر یک نوع بدن یا مقداری اضافه وزن به آدم ها بگیم که مثلا فلان یا قیافمون کج و کوله بکنیم. و من خواهشم اینه که از افراد چاق، از افراد توپل در واقع اولا فعلا یک سلف رسپکتی و یه احترامی و یه سلف ورسی و احساس ارزشمندی و بر خودشون قائل باشن. و میگم فعلا به خاطر اینکه همیشه باید این باشه، منظورم اینه که اینو منوط نکنن به اینکه یه روزی حالشون خوب شد و بدنشون قشنگ شد و اینا، نه، اصلا امروز ما لایق این احترام و ارزش از سمت خودمون هستیم. دوم اینکه کارهای درست زندگیتون رو به خاطر رفتار یک سری آدم غلط ترک نکنید. مثلا تو اون مقاله نوشته بودش که بعضی از افراد به خاطر بدرفتاری پزشک با اونها در مطب دیگه دکتر نرفتن و این خودش خیلی بیشتر آسیب زده. که بنابراین اولا که هیچ پزشکی حق نداره که بدن ما رو مورد تمسخر، اهانت و یا به سخره بگیره، این حقو نداره. و حتی روانشناس این حقو نداره، هیچ کس این حقو نداره. دوستان ما هم این حقو ندارن. به جای اینکه اکیپ ها دوست ها رو ترک کنیم، میتونیم خیلی واضح و شفاف، محترمانه و مهربانانه از اونها خواهش بکنیم که دست از این رفتارشون بردارن. من یه وقتایی تو حالتهای دوستانه، یه وقتی دوستی به دوستی میگه چرا چاق شدی، مثلا میگم شما وزنه هستین، چرا بعد اصلا میگه ما وزنه ایم که به هم دیگه بگیم چاق شدی یا لاغر شدی؟ اصلا کی از تو پرسید؟ اینا کار خوبی. یه موقع هست یه نفر بعد رفته ورزش کرده، مثلا میپرسه میگه خوب شدم، وزنم کم شده، یا مثلا خودش میگه یه خورده حالم با خودم خوب نیست، چاق شدم. مثلا تو به تو داره با تو چون داره با تو حرف میزنه، تو حالا این فرصت مکالمه رو محترمانه و مهربانانه پیدا کن. در کل چقدر
خوب بودش که به جای یک سری برنامه‌های مزخرفی که از انواع و اقسام رسانه‌ها پخش میشه به همچین موضوعات بیشتر توجه میشد تا حداقل آداب و رسوم اجتماعی برخورد با افراد و ژن‌ها و تنوع مختلف رو پشت سر بگذاریم. یه روزی من دیدم توی صفحه اینستاگرامی نوشته بودش که نه، این خود افراد چاق هستن که احترام برای خودشون قائل نیستن. تو خودت بیشورترین آدم روی زمین هستی که فکر میکنی که اضافه وزن داشتن به معنی بی احترامی و بی ارزشی که خود فرد برای خود فرد داره. بعضی از بیماری های جسمی هستش که اصلا به شما این فرصت رو نمیده که شما لاغر بشین و بنابراین اساسا نکته‌ای که وجود داره این افرادی که بی احترامی به افراد چاق رو تبلیغ میکنن در واقع یه جورایی خودشون خیلی مشکلات روانی باید داشته باشن احتمالاً، یا اینکه حالا بی‌ادبن یا اینکه نزاکت و فرهنگ پایینی برخوردار هستن. بنابراین به نظر میرسه که ما هممون موظفیم همونطور که به انواع رنگ‌های پوست باید احترام بذاریم، به انواع بدن‌ها هم باید احترام بذاریم، به لاغرها خیلی راحت لاغر مردنی ما نمیتونیم این حرفو بزنیم، ما نمیتونیم افراد لاغر رو بگیم که نشکنی، ما این حقو نداریم. اینا فکر کردم که من همیشه فکر کردم بدیهیاته، ولی خب گاهم میبینم که نه، اینطوری نیستش. خیلی ممنونم از حضورتون. امیدوارم که در صورت در دنیایی پر از جهالت زندگی میکنیم، امیدوارم همین 2000 آگاهی هم که داریم مغرور نشیم و امیدوارم در نشر آگاهی به همدیگه کمک بکنیم تا جامعه، فرهنگ و کشور بهتری داشته باشیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.